همون روزی که جهانی من زی فیض و بود میرفته، تماما نود عقل و جانی من بر بود میرفته. همون روزی که جهانی من زی فیض و بود میرفته، تماما نود عقل و جانی من بر بود میرفته. بمیرم در همان زلف و نو چشمی سرمه مست تو، که من در چشم تو چو سرمه ها به یاد میرفته. بمیرم در همان زلف و نو چشمی سرمه مست تو، که من در چشم تو چون سرمه ها به یاد میرفته. من اینجا چون سری موی در آتش ماندم پیچم، من اینجا چون سری موی در آتش ماندم پیچم. نگه بامو سر قامتت آزاد میرفته، نگه بامو سر قامتت آزاد میرفته. ترها در دشتی مهتابی بدیدم همچو مهتابه، مگر آباد کردم دشتی نو باد میرفتی، مگر آباد کردم دشتی نو باد میرفتی. تو را مای فیض بود عمر این چیزار عثمان، خوشا می آمده باره غمم از یاد میرفته. تو را مای فیض بود عمر این چیزار عثمان، خوشا می آمده باره غمم از یاد میرفته. خوشا می آمده باره غمم از یاد میرفته. درود تقدیم قلب‌های مهربان شما دوستان عزیز. با نشر تازه برنامه خاطره ها همراه شما مهمان خانه هایتان هستیم و قرار است که این شام سرودهای بسیار هم جذاب، سرودهای ماندگار، سرودهای زیبا از هنرپیشه خلقی تاجیکستان دوست مراد علیف برایتان پیشنهاد گردد توسط هنرمند از فیلارمونی خلقی ناحیه فیض‌آباد سفر تاجزاده. خوش آمدید. رحمت خدا. با یک سرود بسیار هم زیبا و جذاب از استاد شروع کردیم برنامه رو. این سرود بسیار هم معروف است میانی هواداران دوستداران هنری دوست مراد علیف
و خب از همین سرود صحبت رو آغاز کنیم. چگونه بود متن مالکی است ایجاد تا جایی که شما آگاه هستید؟ این شعر راستش از استاد عثمان شریف‌زاده است با همکاری شودروان دوست مراد علیف. آنها بسیار با هم دوست بودند، رفت آمد داشتند و آهنگی که ایجاد کرده است از استاد ما شودروان دوست مراد علی می باشد. همین متن تصویرهای بسیار هم زیبا دارد که واقعا هم خاصی منطقه یا ناحیه فیض آباد است. تو رو در دشت مهتابی بدیدم همچون مهتابه. همین ما ایو طرفی دریای ایلاق مرست یک دشت کلان است، همو جاختن دشت مهتابی نام دارد. همو سخنایی که استاد گفته است همین موافقی همین ناحیه ما فیض آباد ما همه شمگو که همه را به طریق شعر استاد سروده است. عثمان شریف‌زاده همراه استاد دوست مراد علیف یک همکاری زیست داشتن تا جایی میدونیم. با بیشتر در این مسئله استاد کلان ما که قطعی با اونها بسیار سهم داشت. این استاد گلان ابوبکر می باشد بهتر خوبتر میداند در این مسئله. ادامه این قصه را شما میگوید که چگونه بود دوستیشان، رفاقتشان، این همکاری ایجادی؟ ما شاهد هم بودیم در این حالات. استاد عثمان شریف‌زاده حالا در کتاب چاپ نشده و یا که در یگان براشور چاپ نشده همون شعرش رو آورده به استاد دوست مراد علیف تقدیم میکرد. نسخه دستنویس رو، دستنویس خود رو آورده تقدیم میکرد. حالا که در کتاب چاپ نشده آهنگ وی تیار میشد و مغز هم تماشابینان رفته میرسید همین سرود آهنگ. تشکر زیاد، سلامت باشید. بیاید یک ترانه دیگر میشنویم. هستی اردوی مشکل من، تو درند شهایی مایل من، تو هستی اردوی مشکل من، تو درند شهایی مایل زندگی جاودانه تو رو باید نگه دارد دل من، برای زندگی جاودانه تو رو باید نگه دارد دل من. غم در سینه دارد، خیالم و همه گنجی ندارد. کسی که درد و غم در سینه دارد، خیالم و همه گنجی ندارد. غم و دردی تو باشد حاصل من، تو رو باید نگه دارد دل من، غم و دردی تو باشد حاصل من، تو رو باید نگه دارد دل من.
دریای روانی دیدگانی صفا بخشنده بری جسم و روانی شو دریای روانی زندگانی صفا بخشنده بری جسم و روانی نباشی تو نباشد ساحل من تو رو باید نگه دارد دل من نباشی تو نباشد ساحل من تو رو باید نگه دارد دل من تو رو باید نگه دارد دل من در صحبت قبلی گفتیم که شما یکی از پیروان و مخلصان اشدی شادروان دوستمراد علیف هستید. بله بله. خب بیایید این قسمت در مورد شروع صحبت کنیم. چگونه آغاز شد همین پیروی، همین مخلصی کردن، همین دوست داشتن سرودهای دوستمراد علیف؟ من نه اینکه با او مخلص، نه اینکه با سرودهای و شعرهای و اما مخلص و عاشق، حتی ما در راست با دوستمراد علیف رشته خویشیان داره. وقتی که در کنسرت و در آینه نیلگون در رادیو دوستمراد علی برآمد میکرد، همین با زبان محلیش گیم مشک میشدم، راستی آب مثل که یخ آب میشید، اما خیلی تاثیر سخت میرسم سرودای او. ما وقتی که صنف یک میخوندم در دهه کبکریز، دوستمراد علی وقت راهبری موسیقی راهبری بدی همون وقت بود. انا که با سببی که مکتبی دهه ما که جداگانه شد، یک تا 4 ماه بود در دهه خودم خوندم. با صنف 5 را تا صنف دهه اما سال پیشنر حاضر 11 نه پیشنر 10 بود راستش. انا همونجا خیلی بعدم کار ایجادی دوستمراد علیف که زیاد شدن، بعدم برادری و رجب مراد علیف راستی که با ما راهبری میکردن، درس میگفتن. سال پیش بستون بود در مکتبه، هم خیلی بین همه مکتبه میشدم. انا وقت دوستمراد علی در همه زلی که میشد اعضای جوری بودن. لحظه ما برآمد کردم، حتی دوستمراد پیشتر بیست که مقصد اوستون صداش خوبتر براید. تشکر زیاد. بیاید یک ترانه دیگر بشنویم. ترانه نوبتیمان یک ترانه بسیار هم محبوب و زیبای دیگر از استاد دوستمراد علیف هستند. صدقه چشمان تو که متن از غیرت شنبه زاده هستند. این سرود رو اجرا میکنیم. مرحبا. از من تو مرا و صدقه چشمان تو من قطره اشکی و پا بر سری مزگون تو من دور از من تو مرا و صدقه چشمان تو من قطره اشکی و پا بر سری مزگون تو من قطره اشکی و پا بر سری مزگون تو من بهار است گلی سوری مکان از لب جوی بهار است گلی سوری مکان از لب جوی بوس گل دادی کنم بر لب و دندان تو من بوس گل دادی کنم بر لب و دندان تو من
با خیالم دلی من مذهب خوبون دارم او با خیالم دلی من مذهب خوبون دارم ولای قومت و دلفی پریشان تو من ولای قومت و دلفی پریشان تو من لال گویم لبت لبت مونو بیسد لال گویم لبت مونو بیسد در جهانی گذران کوهی بدخشان تو من در جهانی گذران کوهی بدخشان تو من دستت من تو مکش خانه دل می سوزد دستت من تو مکش خانه دل می سوزد تو چراغی منی و حیرتی حیران تو من تو چراغی منی و حیرتی حیران تو من تو چراغی منی و حیرتی حیران تو من گفتید که اولین مراتب است که در نزد آینه نیلگون سرودها از دوستمراد علی را اجرا میکنید. ما سرودهای دوستمراد علی را از عنوان کودکی در مرکه در کنسرت ها برآمد میکنم. فقط این در اولا رحمتی کنم برای شما و که برای آن که همین برنامه را تشکیل کردیم ما را دعوت کردیم. بله من باری اول است که در اینجا برآمد میکنم. چگونه تاثیر است برای شما که می توانید حالا و توانستید از نفری که سالها پیرویش میکردید گوش میکردید مخلصی میکردید حالا سرود اجرا میکنید؟ آهنگی و آوازخوانی و سرودهای او در دل من که نشسته بود اون کودکی نه اینکه در یک من همین قریب که اکثریت مردم جمهوری او را آوازی او را آهنگوی او را سرود شعری او را قریب که مردم همه میپرستند و احترام میکنند و دوست میدارند و پیروی میکنند. خب بیایید درباره سرودهای خودتان بگوییم. درباره فعالیت ایجادی خودتان در فیلارمونیا چگونه است؟ ایجادات خودتان چند سرود است؟ مثلا با کیها همکاری میکنید و همین گروهی که و همین کاری گروهی که از دوستمراد علیف باقی مانده است تا به حال ادامه دارد در فیلارمونیا؟ بله در ناحیه فیض‌آباد البته ادامه دارد. مثال مکتب موسیقی ما را به نام دوستمراد علیف ماندند. مثال پیروانی و شاگردان مثال تیار شده رفته است یعنی تیار کردن سرودای او را با نگفتن ماند که مثال در جمهوری با تشبث حکومت ناحیه جلدی دوم کتابی دوستمراد علی را به نشر گذاشتم. بهترینش اینه که زیاده نه کمتر از 20 سرودهایش به نوت قرار داشته است که برای آینده مثال جوانان یک مکتب خوب است. ما گرچنده که بازخوانی دوستمراد علیف رو میکنیم ما خب پیرو خود سروداش غیر از این ما آهنگ‌های خودمون سرودهای خودمون با سبک اسلوب خاصه خود با سبک خاصی اسلوب خودمون میخوانیم با یاردم همین استادان مینوازیم و حرکت میکنیم با مردم جمهوری خدمت خودمون برسونیم. انا
ایجادهای نو به نو هم ایجادهای هست. نو به نو البته هست. با در آن می شود حرکت میکنیم که بهتر تشکر خوبتر. زیاد. سلامت باشید. ترانه آخرانمون کدام ترانه است؟ ترانه که حاضر ما به سهم تماشابین و مخلصان شادروان دوست مراد علی رسانداریم این چون دین من لالازار شعر از خلق آهنگ دوست مراد الف می باشد. مرحبا. چون دیلی من لاله‌زار آمد اینک بهار در قدمت شد ایثار خیز بنازم بکن در قدمت شد ایثار خیز بنازم بکش رشای وقتی بهار دل و درختی بهار رشای وقتی بهار بیشکن دست و خمار خیدو بنازم بکش بیشکن دست و خمار خیدو بنازم بکش هر قدر که بهار بلکه گلارت و بهار بوسی تویم خواستگار خدا بنازم بکش بوسی تویم خواستگار خدا بنازم بکش نوری در آن سوزی من دادین شب روزی من نوری در آن سوزی من دادین شب روزی من پیکری نوروزی من خدا بنازم بکش پیکری نوروزی من خدا بنازم بکش خدا بنازم بکش خدا بنازم بکش دوستان عزیز به فرجام برنامه خاطره ها رسیدیم و یادآور میشویم که در مهمانی برنامه ما حضور داشتند یکی از پیروان و مخلصان هنرپیشه خلقی تاجیکستان دوست مراد علیف هنرمند از فیلارمونیای خلقی ناحیه فیض‌آباد سفر تاجزاده همراه گروه موسیقی از همین ناحیه که بار دیگر همه گروه را خوش آمدید میگویم. تشکر زیاد برای ترانه های زیبا که توانستیم با هم گمان میکنم خاطری تماشابینانمون را شاد بگردانیم و دوستان عزیز خاطر شاد شما آرزوی همیشگی ماست تا برنامه های بعدی تا خاطره های بعدی خیر.